همه پایبند اینترنت شده است ولی میبینیم از روی همون بعضی همی بگیم پرسماتروی که میگن ببینید هر یک چیزی که بیهودای فحشای میلیون پرسماتر دارد ولی وقتی میبینید یک چیزی که از پند نصیحت یک چیزی خیرای ببینید چقدر برادرای عزیز معلوم است که یک امر با معروفی که در اینترنت پرداخته می شود و یا ما خاطرامون از مردم غیر مسلمان جمع او پروای امر معروف ندارد آن عددی که مثال امر با معروف گوش کردگی او یقینا مسلمان ها ولی خیلی عدد چون کمه ندارن خیلی و خیلی عدد کمه بله این هم برادر دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که دیگر ما خواهش یا حتی گوش کردن نداریم